مسائلی که در دنیا اتفاق میفته آیا برای زمان ظهوره؟ چقدر بگم اونهایی که آمدن هی گفتن زمان ظهور نزدیکه، حتی خودم شنیدم از بعضی از اونها که حتی سالش رو هم تعیین کردن. خب فهمیدید اینا همه دروغ بوده. راه معرفت نفس و معرفت الله پرداختن به این مطالب نیست. این قضایا ممکنه قضایایی باشه مقدمه برای زمان ظهور، ولی آیا من هم تا زمان ظهور زنده؟ سال دیگه بنده به رحمت خدا میرم تموش. وانگهی به زمان ظهور منتهی میشه. خب به من چه مربوطه؟ من باید برم خودم رو درست کنم، خودم رو آماده کنم، خودم را مستعد کنم برای قبول و تلقی مبانی حضرت ولی اصل عجل الله فرجه. حالا اگه منده به شما بگم که آقا سال بعد حضرت ظهور میکنن، همه خوشحال نمیشیم؟ به 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 به. خب چیکار میکنی؟ به فکر میافتیم دیگه. به فکر میافتیم که خب حالا یه وقت جوری نباشی که حضرت ظهور کنند و سرشون رو از ما برگردونن. خیلی خب بسم الله از حالا دیگه. چرا بخوایم هی دنبال ظهور حضرت باشیم، دنبال رسیدن به باطن حضرت باشیم؟ چرا باید مردم رو به این حرفا سرگرم کنیم و بعداً خلاف در بیاد؟ چرا؟ کی به ما یه همچین تکلیفی کرده که بلنشیم بیایم به مردم بگیم حضرت سال دیگه ظهور میکنن؟ آقا جان بشین مبانی دین را برای مردم توضیح بده، تشریح کن، به خود برسن، مسلمان باشن، آبروی اسلام را نبرن، آبروی امیرالمومنین نبرن، آبروی تشیع را نبرن، واقعا شیعه باشن، الگو و اسوه باشن برای من. این کارها رو باید انجام بده.